سلام دوستای عزیز، سارا هستم. شما را بسیار خوش آمدید میگم به این ویدیو. امیدوارم از مرجع هستین، جور صحت سلامت باشین و تشکری میکنم از شما که این ویدیو رو برای دیدن انتخاب کردین. موضوع ویدیو امروز ما در مورد آموزش یک آهنگ بسیار زیبا از استاد ناشناس عزیز می باشه که ویدیو به انتخاب چندین دوست ما آماده میشه. میریم شروع میکنیم دوستای عزیز. آن که زدر میرسد یار جوان من است. متاسفانه در قسمت از که کمپوزیشن از کی است و شعر از کی است من هیچ معلومات ندارم. شما اگر میفهمیدین ما را همچنان در جریان بگذارین دوستای عزیز. این آهنگ ما میخواهیم که از کرچی که خود استاد ناشناس عزیز خوانده که دیاز از اینجا بخوانیم. این آهنگ در میجر سکیل است. به نظر من مربوط تات بلاول است، گرچه که ما تیورم در اینجا استفاده شده، یعنی اردو ما استفاده شده، اما چون ما تیور بسیار کم استفاده شده و همچنان پکر همی آهنگ با پکر راگ یمن کلیان یعنی سر نمیخوره، از خاطر ما فکر میکنیم که این مربوط راگ کلیان نیسته و مربوط تات کلیان هم نیسته. به نظر من مربوط تات بلاول می باشه. اگر ما از دی بخوانیم، تات بلاول ما چه رقم شکل داره بر روی پرده های ارمونیم؟ ساری گما پادانی سا. اینی رقم یعنی از این مینو تا استفاده شده و این آهنگ جور شده. ساری گما پا و دمی آهنگ اردوی ما استفاده شده. دا انتریش اینمی ما استفاده شده، تیور ما استفاده شده. ساری گما پا دانی سا. خب آهنگ از اینمی دی میجر کورد شروع میشه. اینطور دمی آهنگی که ما گوش کردم ما انترو نشنیدم، یا انترویش ثبت نشده دمی قسمت، من نفهم چی رقم است، انترو نداشت. از اون خاطر ما از انترلود آهنگ استفاده میکنم و انترویش هم عین انترلودش مینوازم. انتروی آهنگ از اینمی دی میجر کورد شروع میشه. یعنی انترویش از پا شروع شد. سا ری گا ما پا از پا شروع میشه. خب امرا یک انگوشی می نوازیم. بعد از انترو آهنگ دوباره دمی دی میجر کورد استارت میشه و آهنگ از سر شروع میشه، یعنی آستای آهنگ از سر شروع میشه. آن که زدر میرسد یار جوان من است. آمده اما کنون وقت خزان من است. اینمی آستاییسته. حالا رو یک انگشت کار میکنم. آن که زدر میرسد یار جوان من است. آمدم ما کنون وقت خزان من است. انترلودش که پیشتر کار کردیم.
بعد از انترود آهنگ دوباره در می دی میجر کورد استارت میشه و از امینجا انتر شروع میشه. قامت سروش رساست. شما ببینید دوستای عزیز که انتر از پس شروع میشه و در یک قسمت ماتیورم استفاده میشه. قامت سروش رساست. پا 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 ماتیور پا مگری. این رقم شروع میشه. قامت سروش رساست. ای همه بی‌وفاست. قامت سروش رساست. ای همه بی‌وفاست. بر دل غم دیدم لطف زیادش جفاست. از ستم او بلند و فغان من است. آمده اما کنون وقت خزان من است. خب حالا امروز یک انگشت کار میکنم. قامت سروش رساست. ای غم بی‌وفاست. بر دل غم دیدم لطف زیادش جفاست. از ستم او بلند آه و فغان من است. آمده اما کنون وقت خزان من است. این تمام آهنگ بود دوستای عزیز. امیدوارم که شما به بزرگواریتان کاستی های ویدیو را لطفاً ببخشید. ریتمی که در این آهنگ استفاده شده 6/8 تایم سیگنیچر است. میریم و ما در دادری میدیوم ایت تمرین میکنیم.